سنگ کیسه صفرا و کیسه صفرای لجنی. اگر بخوایم بگیم که چرا پدید میاد یا چگونه پدید میاد، اینها به طور کلی ریشه پیدایش سنگ کیسه صفرا آب سرد خوردن پس از غذاهای گرم خوردن است. حالا گاهی اوقات غذا رو میخوریم، آب رو بین غذا میخوریم، گاهی نه آب یخ پشت سر غذا میخوریم. این موجب بشود که صفرای موجود در کیسه به شکل یک دانه ریزی به شکل یک خاک شیر منعقد میشه و به همین ترتیب هر چقدر که آب سرد بیشتری خوردیم این دانه خاک شیر شکل میگیره درشت میشه، تبدیل میشه سنگ کیسه صفرا. و با همین مکانیزم هم صفرای لجنی تولید میشه، چون وقتی که غذا رو ناپخته یا ناجویده خوردیم، خلط دیر هضم و زود هضم همزمان وقتی که وارد میشه، مثلا آبگوشت میخوریم کنارش ماست میخوریم، دیر هضم ها رو با زود هضم ها با هم میخوریم. این موجب میشه که خلطی که ماده‌ای که از معده وارد کبد بخواد بشه ناهمگنه، مقدارش زود هضم، مقدارش دیر هضمه. این جداره کبد رو سرد میکنه. از طرف دیگر وقتی که آب سرد میخوریم، این موجب میشه که این جداره یک لایه‌ای میبنده و چون صفرای معلق در کبد به طرف جداره فراخوان میشه، در کوتاه مدت تبدیل به صفرای لجنی میشه، در بلند مدت رسوب‌های ریزش رسوب میکنه در جداره و بیشتر در جداره کبدی که نزدیک معده هستن تبدیل به کبد چرب میشه. پس همه اینها با یک مکانیزم پدید میاد که اگر خلاصه بخوایم بگیم، ناجویده خوردن غذا، آب بین غذا خوردن، به ویژه آب یخ خوردن زمینه بروز این بیماری هاست. حالا اگر بخوایم درمانش کنیم، باز با همین روش درمانش میکنیم. حالا درمان اگر سنگ صفرا باشه و الان دیگه درد داره دیگه، حالا اگر بخوایم احتیاطا میکنیم یا غذا رو کامل بجویم، الان دیگه به درد این موضوع نمیخوره، دیگه سنگ ایجاد شده بایستی دفعش کرد. این رو با خوردن سرکنگبین دفعش میکنیم. سرکنگبین معمولیه وقتی که میخوایم بگیم، یعنی 2 واحد عسل، 2 واحد عرق نعنا، 1 واحد سرکه. که اگر بخواید خودتون درست بکنید، سرکه رو با عرق نعنا میجوشونید، به نقطه جوش که رسید اون موقع بهش عسل اضافه میکنیم. از این ترکیب شربت خوشمزه پید اومده با 2 برابر آب مخلوط میکنیم، روزی 1 لیوان. اگر سنگ صفرا در حد باشه که درد شدید داره همین الان، روز 3 لیوان، یعنی هر 8 ساعت 1 لیوان بخوریم تا زمانی که از شدت درد کاسته بشه. وقتی که بیمار شرایط عادی پیدا کرد دیگه روز 1 لیوان همینطوری ادامه میده تا سنگ در ابتدا نرم میشه. وقتی که نرم شد پرحجم میشه. پرحجم شد یعنی که تو سونوگرافی نشون میده اگر مثلا 10 میل بوده میشه 13 میل، 14 میل. اینا نترسید، چون اینجا پف میکنه. وقتی که نرم شد پف میکنه، حجمش افزایش پیدا میکنه. بعد سنگ 1 تیکه سنگ 2 تیکه سنگ میشه، 3 تا میشه، بعد به تدریج از بین میره. آب گرم بخورن بهتره یا بس؟ نه، آب معمولی باشه. که آب گرم با آب گرم بهتره، ولی چون خوشمزه خوشخوراک نیست میگیم آب معمولی. ولی سرد نباشه. ولی سرد اصلا نباشه. بعد همین نوشیدنی، همین شربت برای کیسه صفرای لجنی که به تدریج میاد 2 تا کار میکنه. یکی این که این سرکش نفوذ میکنه، سنگ رو منفجر میکنه، نرمش میکنه و با عسلی که قاطی میکنیم
با این عسل صفرای لطیف جدید تولید میشه و این صفرای لطیف گرمی بهش میده که این گرمی موجب شود که سرعت پخت غذا در کبد افزایش پیدا بکنه. این درمان اساسیش که همزمان با او حالا باز ترک آب سرد، ترک آب بین غذا و جویدن کامل غذا رو همینطوری ادامه بدیم دیگه، به عنوان یک رسم، به عنوان یک فرهنگ جا میندازیم تو بدن. این میشه درمان کبد چرب، درمان عرض کنم که کیسه صفرای لجنی و درمان سنگ کیسه صفرا. اون تا در کبد چرب به لحاظ اینکه رسوب میکنه در یک قسمت کبد از گرید 3 به 2 با سرعت اتفاق میفته، از 2 به 1 با سرعتی کمتر، از 1 به 0 با سرعت خیلی خیلی کمتر. به لحاظ چی؟ اینکه این لایه های زیرینش با دانه بندی های فشرده تری پدید اومده، دیگه شده دیگه شبه کبد شده، دیگه عضله شده، این خیلی دیرتر بهبود پیدا میکنه. ولی لایه های سطحی از 3 به 2 با سرعت کمتر اتفاق. مثلا اگه فرض فرمایید از گرید 3 به 2 40 روز طول میکشه، از 2 به 1 60 روز، از 1 به 0 مدتی بیشتر که کل این پروسه تبدیل به چیزی در حدود 120 روز الی 6 ماه طول میکشه تا یک کبد چرب گرید 3 به 0 خودشو برسونه.